عبدالرازق رحیموف، شریف بک تشیف، عبدالخالق پیریف، رجب علی خالمومینوف، نورعلی خالمرادوف، مرادعلی رجبوف، اسماعیل استانپولوف، حبیب الله رجبوف، شیرخان توفالنگوف و عایشه علیمووا. این 10 پزشک و پرستار که در بیمارخانه های ولایت ختلان کار میکردند حدوداً در 1 ماه جان خود را از دست دادند. رویخط پزشکان فوتیده از جانب بخش بهداشتی ولایت ختلان آماده شده است و در آن اسم 10 نفر آورده شده است که به گفته مقامات اکثریت در ماه می و بر اثر بیماری التهاب شوش درگذشتند. سن و سال کارمندان فوتیده ساحه طب در این سند از 45 ساله بالا و از ناحیه دنقره، کوشانیان، فرخار و باخترولے و کم بودند. هرچند مقامات مرگ این پزشکان را به طور آشکارا به بیماری کووید 19 ربط نمی‌دهد، ولی نزدیکان بعضی از این دختران فوتیده گفتند که آنها را کارمندان طب زیر چاره‌های امنیتی دفن کردند. به گفته نزدیکان و همکاران پزشکان فوتیده در بیمارخانه‌های ولایت به طبابت بیماران مختلف مشغول بودند و ظاهراً به کرونا ویروس سرایت شدند. فوت چند پزشک ضمن اجرای رسالت خود در وادی وخش همکاران آنها را که همکنون صفشان کمتر می شود غمگین و نگران کرده است. برخی از پزشکانی که با بیماران صورتی کار میکنند میگویند از کمبود لباسهای محافظتی و نقابهای مخصوص تنقیصی میکشند و این مشکل هم آنها را در رو برای خطر سرایتیابی قرار داده است. نگرانی ها از فوت پزشکان در حال است که ریاست تندرستی ولایت از کاهش گرفتارشوی به التهاب شوش یا کرونا ویروس خبر می دهد. در هر صورت این رویخط هم که اسم 10 کارمند فوتیده ساحه طب در ولایت ختلان درج شده است رسمی است. در مجموع بنابر آمار رسمی تعداد فوتیدگان از کووید 19 در کشور 48 نفر است. گفته نمی شود که چندی از آنها طبیبانند. متخصصان و تعداد زیادی از مردم به درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. در شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً فیسبوک پیوسته از مرگ و بیماری طبیبان و کارمندان ساحه طب خبر داده می شود، ولی حادثه های هست که در جای نشر نمی شود و از چشم مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی دور می مانند.